فراوان. جمعتون بخیر. البته من دارم جمعه میگیرم، نمیدونم تو داری کی میبینی. و امروز اومدم با یک بغل کتاب میخوام بهتون داستان پشت این کتابا رو بگم، یعنی چه زمان خریدشون، چه زمان خوندنشون و اینا. خب چون من از خیلی کوچولوتر بودم این کتابا رو جمع کردم و یه سریاشون واقعا بنظرم داستان‌های قابل بازگویی دارن. بریم. اولیش تاریخچه مختصر مرگ هستش. دوستان اول بذار من بهتون پیش زمینه‌ای بدم. ببینید من وقتی 14-15 سالم بود و به کلاس زبان میرفتم، یک شهر کتابی نزدیک کلاس زبان ما بود و یک چهارشنبه یادم رفتم و نمیدونم آقاه از سر دوست داشتم بود یا بدجنسیش بود. من هر دفعه میرفتم خب یه سری کتاب میومد به معرفی میکرد و اینا. یه جورم با حالت مثلا اینطوری بودش که ایول دخترم بهت که تو کتاب میخونی، خیلی مثلا اینطوری بودم آقای دمت گرم و اینا. و یه روز که دنبال یک کتاب جدید میگشتم اینطوری بود که تاریخچه مختصر مرگ رو ببر. به کی میگو؟ بچه 14-15 ساله. و به هر حال مختصری از مرگ میگه توی جوامع مختلف و آیناشون و اون نگاهی که دارن و خیلی هولوش مرگ موضوعش توی جاهای مختلف. تا بحث غیبت اون آقا هستش بیام بهتون دو تا کتاب دیگه هم بگم که ایشون نمیدونم بچه بدارم عقل و درایتی تو پاچه بچه 15 ساله کردش. بچه‌ها نمیدونم شما این جو دیدید یا نه. خیلی مثلا اینطوریان با مثلا بچه‌های تینیجر طور که آره فلسفه بخون، مثلا یکی خورده حالا دغدغه چیز داره دمت گرم و خیلی ویژه‌اش میکنن و اینا. و این آقا هم منو داشت تعقیب میکردش که بیا شروع کن فلسفه خوانی. و با کی دوستان؟ با کی نمیدونم واقعا قصدش چی بود، ولی اومد با جناب شوپنهاور شروع کرد. یعنی شوپنهاور از اون زن ستیزاشه که واقعا توی یه لولی که خودش فقط میتونه به خودش رقابت کنه. فلسفه فشن معرفی کرد، ولی من نمیدونم در من چی دیدی که بیا بعد کتاب معرفی کنم درباره فشن. و اصلا کتابای پایه هم حالا نیستش، میدونی، یعنی تو باید یه پیش زمینه‌ای داشته باشی. دقیقاً مثل همین کتاب هنر رفتار با زنان شوپنهاور، اونم واقعا شوپنهاور کسی نیست که تو ازش فلسفه شروع کنی خوندن، میدونی چی میگم. اما سفر به دور اتاقم، از این کتابایی که توی سفر خریدم، من کتابو خیلی دوست داشته باشم و PDF ش هم حتی پیدا نمی‌کردم که بخوام بخونم، حالا بعد بگیرم. و خیلی اتفاقی رفته بودیم رشت و کتاب فروشی داشته بودم، گفتم نصرت بود. رفتم و دیدم آخشون وسط میکنه که از این چیز بیقرار هست، هی پاشیم بریم بیرون، پاشیم بریم یه کاری کنیم، خارجت میکنه و بهت این درو میده که میتونی واقعا بشینی تو اتاق و از خونه نشینیت لذت ببری. برای من که اینو داشت. بحث سفره اینم بهتون نشون بدم. من خیلی دوست داشتم همیشه کتاب قدیمی داشته باشم، حداقل مثلا 1-2 تا داشته باشم. بعد موقعی که خیلی میرفتم انقلاب اسم پاساژی بود براتون مینویسم، تو اونا میگشتم و اینا. خب بودش کتابای قدیمی، ولی یا خیلی بچه‌ها دیگه مثلا در داغون بودن، واقعا در حال نابودی بودن، یا اینکه خیلی گرون بودن. یعنی حتی از مثلا چاپ‌های اون موقعشون که مثلا جدید بود و پاسی بری نو بخری خیلی گرون بودن. دستاتی اون کتابای مثلا کمیابه خیلی خاصه ممنوعه رو نمیگم ها، اونا که بحثش جداست. با این کتاب به حداقل آرزوم رسیدم. آوای وحش رو داریم بچه. این کتاب مال سال 68 هست و خیلی تمیزه، یعنی از کتابای نون به خود سالم تره. اینو من از باغ شازده ماهان توی کرمان خریدم. یعنی ما باغ شازده ماهانی که دیده بودیم نشستیم که استراحتی بکنیم. من دیدم یه جا مثلا 2-3 تا پله میخوره میره پایین و حالا یه سری کتاب با مثلا دفترچه هم میفروشه و اینا. همینطور رفتم کنجکاو شدم و اینا. بعد دیدم چقدر خوش قیمت بود. فکر کنم مثلا من 30,000 تومان شاید خریدم. و ببینید خیلی تمیزه، خیلی تمیزه. و این کتاب مال سال 68 و خیلی چسبید پیدا کردنش. این کتاب من با دوران کرونا ازش خاطره دارم. فلسفه برای زندگی که این به رواقیون میپردازه، کلا داستان رواقیون و ایناه. و بچه‌ها اوایل کرونا بود، آخرای اسفند فکر کنم، اسفند 98 و من طفلی بیش نبودم، یک بچه 13 ساله بودم و میدونی کم کم دیگه داشت خونه نشینی حوصله‌ام سر میرفت و دیدم کتاب بخونیم. و اول اینطوری بودم برم سراغ کتابای بابام و اون طفل 13 ساله جزو اولین کتابایی بودش که میخوند و رفت سراغ رواقیون. من نمیدونم درک نمیکنم چرا. خب و برای بچه‌ای که مثلا هیچ درکی نداره نمیدونم از فلسفه و حتی من اون موقع آقا 2 تا مال فلسفه دبیرستان پاس نکرده بودم که اطلاعات کلی داشته باشم. و خیلی بچه‌ها این رواقیون برای من اون موقع شگفت انگیز بودن. یعنی من یادم 2-3 بار اینو خونده بودم و توی اون دوران عجیب کرونا. و یه داستان دیگه هم که داره این کتاب، این اول این کتاب یک امضایی داره از کسی که دیگه خیلی وقت مثلا توی فامیل ما حضور نداره و مال نمایشگاه کتاب سال 95 هستش. این کتاب از اونجا خریده بوده و مهاجرت هم کرده
و وقتی داشته میرفته خب مثلا یه سری چیزاشونو میذارم برای فروش و اینا، یا نمیدونم بابام خریده ازش یا مثلا بهش یادگاری داده ولی امضا هم داره و نمیدونم برای خواهرش خریده بوده یا خواهرش بهمون داده بوده، ولی امضای خیلی جالبی داره و برای بیشتر 10 سال پیش این کتاب. و نمایشگاه کتابای اون موقع کجا الان کجا. من واقعا یکی از حسرتام اینه که من نمایشگاه کتابای خوبی که برگزار شده رو ندیدم. چون اون موقعی که داشتم غیبت آقا میکردم بهتون معرفی میکردم تهوع از سارتر یا سارتر، من آخر رو نفهمیدم تلفظش، شما به بزرگیتون ببخشید. داستان این چیه؟ این همون دوران طفولیتم بود که بعد از کلاس زبان میرفتم کتاب میگرفتم و یادم بچه‌ها هفته آخر کلاس زبان قبل از عید بود و من گفتم که آها مهم شاید احتمالاً جایی نریم دیگه، مسافرتونه خونه باشیم، خب حوصله‌مون سر میره، بعد یه کتابی بخونیم و اینا. رفتم کتاب فروشی و بعد این آقا بود و بلند شد و اینا گفت بیا اگر اشتباه نکنم این از سگانه راههای آزادیه، شروع کن و این هم اولین جلدش تهوع. و من خوشم اومدم خونه گفتم به به چه عیدی بشه، چه کیفی بکنیم با این کتاب و اینا. و دوستان این اصلا مناسب این نیستش که شما اول سال بخواید در عید خونه بمونید و تهوع رو بخونید و واقعا ظلم بود در حق بچه 15 ساله این کار، خدا نبخشدت. طبیعیه نمیدونم بهتون نشون بدم یا نه، چون احساس میکنم بعدش ممکنه گونی ایز کامینگ بیاد سراغم، ولی حالا معرفی میکنیم دیگه، نشونتون میدم. یعنی بچه‌ها میدونم الان میخوای جاجم کنی ولی خب بذار به داستانشو بگم. ببین این از دوران طلایی انقلاب رفتن منه و من بچه انقدر انقلاب میرفتم، ببین اینطوری نبود که بگم وای مثلا من کلی هم کتاب میخریدم ولی اون موقع خیلی مثلا میرفتیم میگردیم سوراخ سنباشو پیدا میکردیم و یکی از تفریحات سالی ما کلا گشتن انقلاب بود و اینا. بعد یه موقعی مثلا خر میشدیم چند تایی تا تئاتر شهر پیاده میرفتیم، یعنی خیلی برام مسیر راحتی بودش که ما انقلاب میریم برای خودمون میچرخیم متروکش بعد تا تئاتر شهر پیاده میریم و انقدر گشته بودیم یه سری بساطی خوب پیدا کرده بودیم و نمیدونم سمت کجا بود آدرس بهتون بگم، فکر کنم چرت گفتم ولی احتمالاً اهل دلاش بدن کیو میگم. بچه‌ها یه آقایی بود این بساط میکرد و کتاب قدیمی داشت، کتاب دست دومم داشت و بچه‌ها یعنی دقیقاً هدف والای انقلاب رفتن آدما میتونست باشه، چون کتابای به اصطلاح ممنوع خیلی می آورد، یعنی کتابایی که آقا چاپشون سالها تو ایران ممنوع بود مثل خاطرات حکومت قبل و کتابایی که در خارج از ایران الان چاپ می‌شدن ولی خب یه زاویه‌ای وجود داشت باهاشون و نمیتونستن توی انتشارات که زیر نظر ارشاد چاپ کنن. و بچه‌ها اگر اشتباه نکنم پراید داشتین آقاه و تو هر چی میگفتی تو صندوق پراید برات در می آورد و آدم به نسبت با مرام هم اینطوری بودش که اینا رو ببر اینا، بعد میگفت هر چی میخوای با خودم بگو من برات میارم. اما موقع کتاب تازه اومده بود، فکر میدونی از مثلا 401 اینا باز دارم صحبت میکنم و منم اینطوری بودم که آخ جون مثلا کتابی که حالا ممنوع است و فلان و اینا، یه دفعه چیز شدم که آقا من اینو بگیرم و بچه من اینو میبردم مدرسه و ما یه مدیری هم داشتیم که اصلا مدیر با گذشتی نبود، یعنی اگه میدید که من از این جناب کتاب بردم به کمتر از دار زدن من از اون لوستر وسط مدرسه راضی نبودش. و من اینا که میبردم مدرسه بچه‌ها همه مثلا چیزی بودن که میمدن جلو نوبت میگرفتن که این کتابو از من بگیرن، شاید خورده عوضی بازی باشه ولی من بهش کدوم ندادم سر اینکه فکر می‌کردم این کتاب خیلی کتاب خاصیه و مشاهد اینو گیر نیارم و اگه بهم ندادن چی و یه ترسی هم داشتم میگفتم دست من خودم میتونستم اینو قایم کنم کسی نبینه، ولی خب نمیدونستم بچه‌های دیگه این قابلیتو دارن یا نه. و از کتابایی بود که واقعا نمیدونم چرا خریدم، یعنی فقط سر اون موقع اسمش بود و اینکه مثلا آقا میگفتن تو داخل ایران اجازه چاپ نداره اینا، وگرنه هیچ کتاب خاصی نداشت. مثلا پشتش نوشته مقدمه بود برای آغاز گفتگوی سخت درباره هنر قدرت و آینده. نمیفهمم مشاهده میکنید بچه من اینا رو نمیخوام بهتون معرفی کنم، دوست دارم مثلا شما یه تصور کتابخونه مثلا خیلی حرفه‌ای و جدی از من داشته باشید، میخوام مثل نورم محتوایی هم که بهتون معرفی کنم دیگه از این زرتر بشه. داستان این کوه کتاب چیه؟ اینا مال دوران اوج تینیجری بنده هستش و بنده سال 400 دفعه اینطوری شدم که من باید از فلان نویسنده که حالا اون موقع به نسبت مورد علاقه‌ام بود این کتابا رو داشته باشم و بچه‌ها من اینا رو همه رو سال 400 خریدم حدود 500,000 تومان که اون موقع مال عدد کمی نبود، ولی فقط بخوام بهتون یک آپدیت بدم اینو دوست دارم بهتون آپدیت قیمتی بدم. تا پایینی‌ها که یک داستان سجلیه بچه، اون موقع هم این سجلش بود مثلا 200 خورده 300,000 تومان خب، و الان این از بالای 3 تومن شده، شاید نزدیک 4 تومن. به چیزایی مثل خودم که در حوزه طلا و دلار هیچ علمی نداریم و بعد دیگه برامون ذره پولم نمونده که بدیم دست کسی بخواد برامون سرمایه گذاری کنه و یه خورده پولمون بیشتر بشه، این کارم میتونید بکنید، هم کتابتون رو بخونید هم یک سرمایه گذاری انجام بدید.
جد موقع چالش گوشم مثلا گفتم اگه انقدر لایک خور من اینا رو بهتون نشون میدم و آبروی خودم رو میبرم و یه یادگاری از دوران تینیجری دیگه. و این کارا رو خیلی حال میده تو دوران تینیجریت میکنی. اینا که الان دارم بهتون میگم زردن فلانن و اینا حتی روم نمیشه بهتون معرفی بکنم. این واقعا شاید ما خیلی چیزا نجات دادن. بچه‌ها این مجموعه رو من احتمالاً قیمتش رو براتون در بیارم. الان فکر کنم رو 6 میلیون باید باشه، شاید هم 7 میلیون و اینا. خلاصه همین، امیدوارم از داستانای پشت کتابام لذت برده باشین. شاید ادامه‌ای هم داشت، نمیدونم. البته بعد کتاب جدید بگیرم و امیدوارم کتاب‌های جدید داشته باشم بهتون معرفی کنم و اینطوری داستان پشتشون هم بگم.